ما در شرف آماده شدن برای استقبال مهمان عزیز و دوست داشتنی رب العالمین. ماه مبارک رمضان در پیشه. خیلی دلمون هواش کرده هممونو بیقرار کرده، منتظرشی، اما نمیدونی برسیم یا نرسیم. اما اون میاد، اون قطعا میاد. بهار همیشه میاد، هر سال میاد، اما آیا قناری ها، بلبل ها زنده هم که به طرب بیان؟ جانانه دعا بکنیم، خالصانه دعا بکنیم. خدایا ما را به رمضان برسان و رمضان را به ما برسان و توفیق بهره برداری کامل را در این ماه پرخیر و برکت نصیب ما و خانواده ما و دوستان و عزیزان ما بگردان. از برکات شب قدر نصیب ما بگردان. بی صبرانه، عاشقانه، جانانه منتظرشیم که باری رو سبک بکنیم، دلی رو صیقل بدیم. و بهانه خداوند شامل حال ما بشود. خداوند دنبال بهانه است که بندگانشو بیامرزه. باور بکنی دنبال بهانه است. خدا نسبت به بندگانش تعصب و غیرت داره. هرچند که به ابلیس گفته هر چی میخوای از بندگان من برای خودت شکار کن. اونجایی که ابلیس فکر میکنه یکی از بندگان خدا رو به مدت 60 سال 70 سال به غل و زنجیر کشیده و اسیر خودش کرده و برش مسلط شده، خداوند توبه نصیب بندش میکنه و بندش رو از ابلیس پس میگیره و داغی رو بر دل ابلیس میگذاره. چنین خدایی شما دارید، نسبت به شما تعصب و غیرت داره. ففروا الی الله، به سوی خدا فرار کنید.